توی ورزشتون، تمریناتتون هوازی رو هیچ وقت فراموش نکنید. مشکل اصلی، معضل اصلی که همه ما داریم، افراد دارن، خصوصا توی تمرینات مقاومتی و قدرتی، گرم نکردن، هوازی نزدنه. هوازی خیلی مهمه. شما قلب و عروقتون زمانی که به کار میفته، گردش خونتون میره بالا، عضلات نرمن، تعریق کردی، اون موقع که ورزش مقاومتی انجام میدی آسیب دیدگی تو پایین ترین حد ممکنه. پس این نکته رو حتما در نظر بگیرید. هوازی خیلی مهمه. سعی کنید تا اونجایی که میتونید، حتی توی تمرینات یوگا، در واقع ابتدای تمرین هوازیه رو انجام بدید. بذارید اون ضربان قلبه بره بالا، تعریق اتفاق بیفته، بدن گرم بشه، بعد برید سراغ تمرینات. خصوصا تمرینای مقاومتی و قدرتی واقعا نیاز دارن به هوازی زدن. خب خیلی ها معتقد نیستن توی حوزه بدنسازی مستقیم میرن سراغ وزنه ها، تمرینات مقاومتی، ولی به شخص من خودم واقعا افراد زیادی رو دیدم چه آسیب های شدیدی دیدن. هدف سلامتی دیگه. وقتی بدنت سالم نباشه، هزار مدل مشکل فیزیکی داشته باشی، دیگه به درد نمیخوره اون ورزش کردن. بس حالا تو حوزه خودمون خصوصا هوازی رو حتما مد نظر قرار بگیرید. تمرینات کاردیو انجام بدید، واقعا لازمه، واجبه. اینو حتما در نظر بگیرید. این ویدیو رو هم بفرستید برای کسایی که هیچ هوازی انجام نمیدن، مدام میرن در واقع در ابتدای تمرین سراغ تمرینات قدرتی، مقاومتی و امثال هم.